وقت بخیر میگم خدمت شما عزیزان و همراهان هر جا که هستید و شما دوستانی که این کلیپ رو بعدا خواهید دید. مبحث امروز رو در ادامه سری آموزش‌های کار با ردیاب اختصاص میدم به پاسخ چند تا سوالی که برای دوستان پیش اومده بود و پرسیده بودن در مورد ردیاب و یک مبحث کوچک در انتهای ویدیو هم در مورد کار با ردیاب بهتون خواهم گفت که این ویدیو زیاد طولانی نشه و بتونید از موارد و نکاتی که گفته میشه حد اکثر استفاده رو بکنید. به این نکات خوب دقت بکنید چون ممکنه این نکات رو کسی دیگه به شما نگه، حرفایی که دیگران میگن رو هم من هم بذار بگم به شما. این نکات رو ممکنه کسی به شما نگه و تنها دیگران به فکر منفعت خودشون هستن و همه فوتوفن کوزه‌گری رو ممکنه به شما آموزش ندن و فقط به فکر فروش ردیاب باشن. اما سوالاتی که پیش اومده بود، یک سوال اول این که تأثیر ماه جذر و مد روی ردیاب چیه یا در چه زمانی، در زمان جذر ما ردیاب بزنیم یا در زمانی که مد هست ردیاب بزنیم. تأثیر ماه روی زمین و روی میدان مغناطیسی زمین و روی حیوانات، روی گیاها، روی تمام چیزهایی که در کره زمین هست اثبات شده است و چیزی نیست که بخوام انکارش بکنیم. و در زمان مد هم میدانهای مغناطیسی زمین حالت تقویت شده و چند برابری به خودشون میگیرن. اگر یک میدان مغناطیسی کوچکی باشه که حالا اون میدان مغناطیسی یا میدان یونی که بار مثبت داره یا بار منفی داره مربوط به یک هدف کاذب باشه یا مربوط به یک یون مزاحم باشه، در زمان مد اون یون چند برابر میشه، اون میدان یونی چند برابر میشه به خاطر مد ماه، به خاطر کشش ماه، جاذبه ما اون میدان چند برابر خواهد شد و باعث میشه که ردیابتون اون میدان رو شناسایی بکنه و باعث خطا در کارتون بشه. پس توصیه میکنم که زمانی که ماه کامل هست یا در زمان مد ماه، این جذر و مد ما رو میتونید توی تقویم توی گوگل سرچ بکنید و ساعاتش رو به دست بیارید که در نیمکره شمالی، در نیمکره جنوبی، در نیمکره شرقی و غربی به چه شکل و در چه ساعتی است. اون منطقه‌ای که شما زندگی میکنید جذرش چه ساعتیه و مدش چه ساعتیه. تلفن هم نمیذارم متأسفانه که آموزشم رو کامل بکنم. اما با توجه به اینکه نکته‌ای که گفتم مد روی میدان‌های مغناطیسی و روی یون‌ها تاثیر میذاره، بهتر زمانی که مد پایان یافته، یعنی تموم شده، مد کامل تموم شده و تا شروع مد دوباره، در اون زمان کار ردیاب زدنتون رو انجام بدید که تاثیر ماه و جاذبه ماه رو خنثی کرده باشید و باعث ایجاد مزاحمت روی کارتون نشده باشه. اما سوال دوم این که وقتی ما یک ردیاب دو دسته داریم آیا میتونیم به یک دسته خوراک بدیم، به یک دسته جیوه بدیم؟ ببینید وقتی شما یک ردیاب دارید که دو دسته هست و دو دسته اون کاملا شبیه هم هست و قاعده هم همین است که دو دسته باید شبیه هم باشه تا یک عکس العمل مشابه رو بخواد به شما نشون بده و داشته باشه برای شما. وقتی یک ردیاب یک چیزی رو اضافه میکنید و یک دسته ردیاب یک چیزی رو کم میکنید، مسلما در یک زمانی عکس العمل این ردیاب ها یا این آنتن ها مثل هم نخواهد بود. به عنوان مثال زمانی که شما رسیدید به بالای یک هدف و ردیابتون میخواد قیچی بکنه، اگر یک دسته ردیابتون جیوه داشته باشه و یک دسته ردیابتون خوراک داشته باشه، اون دسته‌ای که خوراک داره جیوه نداره، اون دسته‌ای که جیوه داره خوراک نداره، به این شکل ردیابتون رو ساخته باشید و آماده کرده باشید. اون لحظه‌ای که میخواد قیچی بکنه ممکنه یکی از آنتن‌ها برگرده سمت آنتن دیگه بخواد قیچی بکنه، اما اون دسته آنتن دیگه مثلا اون عکس العمل مشابه رو نشون نده و یک جهت دیگر رو نشون بده و همین خطا باعث میشه که شما نقطه هدف رو از دست بدید و فکر کنید که اونجا نقطه هدف نیست و چون سر آنتن هر دو تا مثلا برگشته یک سمت، به اون سمت حرکت بکنید و مسیر اون سمت رو ادامه بدید برای پیدا کردن هدف، در صورتی که هدف همونجا بود و شما هدف رو رد کردید فقط به خاطر اینکه دو دسته ردیابتون با هم همخوانی نداشت و با هم مثل هم نبودن. مثل این میشه که شما به یک دسته ردیابتون فرکانس بدید، به یک دسته ردیابتون فرکانس ندید. مسلما اون دسته ردیابی که فرکانس داره و بهش فرکانس دادید قوی تر عمل میکنه، سریعتر عمل میکنه و با دقت بیشتری نقطه هدف رو یا یون هدف رو تشخیص میده. اما اون دسته ردیابی که فرکانس رو بهش ندادید
ممکنه با تأخیر مثلا نقطه هدف رو شناسایی بکنه، ممکنه تفکیک خوبی نداشته باشه، ممکنه اصلا در زمانی که باید مثلا هدف رو شناسایی بکنه تأخیر از خودش نشون بده و این تأخیر باعث بشه شما فکر کنید اونجا نقطه هدف نیست، در صورتی که نقطه هدف دقیقاً همونجاست، اما به خاطر تأخیری که یک دسته فرکانس داره یک دسته فرکانس نداره یا تفاوت در دو دسته، این ذهنیت برای شما پیش میاد که اونجا نقطه هدف نیست و باید یک مسیر دیگر رو دنبال بکنید. پس سعی بکنید اگر ردیاب دو دسته دارید یا میخرید یا خودتون میخواید بسازید، دو دسته رو دقیقاً مثل هم بسازید، چه از لحاظ وزنی، چه از لحاظ میزان جیوه‌ای که در داخلش میریزید، چه از لحاظ خوراک. حتی اگر خوراک میدید هر دو تا دسته رو، سعی کنید اون وزن خوراکی که در داخل هر دو تا دسته میذارید تقریباً مشابه هم باشه. به عنوان مثال اگر یک دسته رو 10 گرم خوراک میدید، اون دسته دیگر رو 1 گرم خوراک ندید. این 9 گرم باعث میشه هندلینگ دستگاه به هم بخوره و اون تعادلی که باید هنگام یونیابی داشته باشه رو به شما نده. ولی مثلا اختلاف 1-2 گرم هیچ ایرادی نداره، چون خود دسته ها هر چقدر هم که تراشکار بخواد دقت بکنه در حد 5 تا 20 گرم با هم تفاوت داره. نکته بعدی که سوال کرده بودن و سوال بعدی که پرسیده بودن در مورد کار با ردیاب این بود که وقتی ما یک محدوده رو میخوایم بگیریم، به ما گفتن که اگر شما مثلا شرق به غرب رو میگیرید و شمال به جنوب رو میگیرید، این تفاوت اضلاع نباید بیشتر از 10 سانت باشه. اگر بیشتر از 10 سانت باشه اونجا نقطه هدف نیست یا اونجا اصلا درست نیست، اون نقطه درست نیست. شما هر جور هم که بخواید ردیابی بکنید یا هر جور هم که بخواید کار بکنید با ردیاب، چون ردیاب چیزی نیست که 10 سانت رو بخواد براتون دقیق بزنه. ردیاب ها خطایی بین 1 تا 2 متر رو دارن، پس 10 سانت این وسط گمه. شما نمیتونید همچین نقطه ای رو پیدا بکنید یا همچین نقطه ای رو با ردیاب بزنید که این تفاوت ضلع‌های شرق و غرب و شمال به جنوبشون 10 سانت باشه یا 10 سانت با هم کمتر باشه که بعد بخواید تایید بکنید اون نقطه رو بگی اون نقطه پس تایید شده است. خیر، اینطور نیست. ما فقط داریم میگیم که شما شمال به جنوب رو بگیر، 3 نقطه رو پیدا بکن، از شرق به غرب هم فاصله رو بگیر، میانگین این فاصله ها میشه عمق کارت. یعنی کار رو زیاد سخت و پیچیده نکنید برای خودتون در عمق گیری و در تعیین نقطه هدف. نکته بعدی این که ردیاب ها کارشون ردیابیه، اسمشون روشه، شعاع زنند. شعاع یعنی محدوده، شما رو تا نزدیک هدف میبرند و قرار نیست براتون نقطه زنی بکنند. قرار نیست. این نکته بهش دقت بکنید. ردیاب قرار نیست برای شما نقطه زنی بکنه، چون کارش این نیست. اصولا ردیاب کارش ردیابی، یعنی اگر هدف جای شما هست من رو تا نزدیک شما بیاره و بعد به کمک ترفندهای دیگه، حالا نقطه زنی یا اسکنر یا مهارت اپراتور در ردیابی، ما اون نقطه رو شناسایی بکنیم. اما اگر نقطه رو برامون زد، دمش گرم، دستش درد نکنه، خب به هر حال کاری که نبوده رو انجام داده، ازش انتظاری نیست. اما اگر نزد، نباید بگیم این ردیاب خرابه یا مثلا چرا نقطه هدف رو برامون اشتباه میزنه. ردیاب ها همیشه در نقطه زنی تولرانس خطایی بین 1، 2 تا حتی 5 متر هم دارن. بستگی به اون محیطی داره که شما ردیاب میزنید، بستگی داره به اون حجم باری که ممکنه زیر خاک باشه و شما با خاطر اون دارید ردیابی میکنید، بستگی داره به ساختار خود اون ردیابی که دست شماست. اگر یه ردیابی باشه که همینجوری مهندسی ساز نباشه و همینجوری از روی یک شکل ساخته باشن، مسلما اون ردیاب خطای بسیار بالایی خواهد داشت و حتی ممکنه خطاش از اون تولرانس 5 متر هم بیشتر باشه. اما اگر جایی نقطه یابی کردید با ردیاب، محدوده حداقل 5 متر اطراف خودش رو حتما تست بکنید. خیلی از دوستانی که ردیابی میکنن میگن آقا ما امشب اینجا رو ردیابی کردیم، نقطه برامون مشخص شد، 1 متر حفاری کردیم، بعد دیگه ردیابمون نزد، اومدیم بالا دوباره ردیاب کردیم، ردیاب 2 متر اونورتر رو برامون میزنه. این خطای ردیابیه، نه اینکه جنس حرکت میکنه. جنس هیچ وقت حرکت نمیکنه. این شایعه ها